سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. ما باید امروز یک جای رنگ دیگر دولت زیدی اکستریمیست و تروریسم ما باید برات سواره. برای چی امروز ما سریوز نیستیم؟ این مردمی شریف تاجیکستان خواهر کردیده سن در اکران 21 زنی نمی مسافده 7 ساله است. شروع گوش کنیم. اما آدمایی که کامنتر منویسین ایسا قفایی ما اسلامی میخواهیم، زنی تاجیک باید خانه نبروید، زنی تاجیک باید روش هیچکا نبینه. 21 زنی همی مسافد نیکو میکنه میگیره 2-3 هفته پس زنی با نیکوی خچه $300-400 ده سودا میکنه. نمیتاری مسلمانی میخواین گوش کنین. ای جوانای جمهوری تاجیکستان نهضتی ها چی میخوان؟ ما نمیخوایم که زنی تاجیک به قدرت باشه. گجاست ننگ ناموسی شما ای مردای تاجیک؟ گجاست؟ محمد اقبال صدرالدین چند بار گفت ما میخوایم رنگ افغانستان زندگی کنیم. زنی تاجیک باید اینستیتوت نخونه، زنی تاجیک باید مکتب میانه نروه. امروز محمد اقبالی به گفته یک شهروندو اقبالی گدا امروز ای گپای زدگیش اتکاس کرده سه. محمد اقبالی صدرالدین فرزند کیست؟ شما میدونید؟ یک بارک ورق بزنه کی است؟ اقبال کبیریش و غیره. هموطنان عزیز کم ترکک فکر کنین. وقتی که کامنتر منویسین میبروین در سایت های زبرشینو نهضت اسلام یا صدقه اسلام شون کنن در تریتوری رسید که فدراسیه ای در جمهوری تاجیکستان زبرشینا هستن. شما حق ندارین. اما آدمایی که برآمدن گپ زدن زیدی رسید که فدراسیه، آدمایی که زنگ زدن، اما آدما گجا شدن. چی با شما فکر نمیکنین 2-3 ماه پیش بدن 3-4 شهروندای جمهوری تاجیکستان که میبرآمدن میگفتن که این ما در مسکو و دیگر شهر نویای روسیه فدراسیه هستیم، که گосударство روسیه فدراسیه را چی گپایی که در کاری نبود میزدن. گجا شدن. همیون مردم غریبی تاجیکستان من همه کامنتاری شما را میخونم. بله بسیار جوانای ما ای بسوادی شد
نخواهی شما محمد اقبال صدردین که میبره زنی توجیکا چی گپایی که باور کنی نه یک مرد ایزوم میکشه تمام زنی مردم مهاجر پرستیتوتکا گفت امروز отказ کرده سای даже ради آزادی سوالش میتا که وقتی که ترا در سود سوالت میتن که доказать که گپایی که در افیر زدی محمد اقبال صدردین که وای با گفته خودت زنی مالکا بودن یک هفته прокуратура زینو کرد و دیگه سیستمش برد زینوش کرد این گپروز отказ کرده سای میگه که من نگفتم گپورا دیدیسی محمد اقبال صدردین وضعیتش بزیب است مردم غریب توجیک من التماس تون میکنم حاضی یعنی سر وقت ہے حدپسات سکنی چی کمیتره که نوشتگی هستین удалить کنی التماس تون میکنم محمد اقبال صدردین فخر میکنه که من گражданин فرانسیا هستم ولی در فرانسیا آزادی که هست که تاری آزادی مون در کار نیست نه خود سگ бari никак не за унижение достоинства Европа сроковой возвин дорает за унижение достоинства яхе шарвандо $1,000,000 $1,000,000 евро талаб мекунанд суд дастгиришон мекунад неки мо дидесем имрӯз муҳаммад иқболи гадо сипсиқ шуда намедона дига чӣ кор кунад ман худам тамоми эфироша ман рожаи ҳароми одамам 4-5 соат шишта ҳар як сухане ки ай даҳани ҳароми и гадо мебиромад ман менавистам перевод мекардам пешниҳод мекардам имрӯз отказ кардеса ман ай номи ҳеҷ гап намезанам ай номи худам гап мезанам оз як ҷоя мемонам радиозодӣ чӣ хел саволаш мета як ҷоя тамошо мекунем мега ки ман ягон эфиримда ягон видеомда ягон каса тӯҳмат кардагӣ нестам ҳамаи гапои ман ба факти далер аст дӯстони азиз даже ин канали мада подписаться накунем лайк намонем даже тамошо накунем бисёре савол мети исоқов аюб ту зидди кӣ задеси чӣ мехоҳӣ исоқов аюб юрист аст ма до конца зидди экстремист ва терроризм хоҳам бороться буд мардими ғариби тоҷик илтимостон мекунам ҳози яъни сари вақт аст муҳаммад иқболи гадо як пулда ҳамата савдо мекунам илтимостон мекунам сари вақт аст бо мегум то дар ин сайтҳои террористо экстремисто мумкин нест подписаться кардан ва дастгирӣ кардан подписаться кунем ай пушти зиндагитон шин дилтон ба падар модари пиртон намесӯзад шумора хай дилтон ба худтон насӯзад ба зану фарзандтон насӯзад ба падар модари пиртон бисӯзад ту мере пишти панҷара ай пишти дисте шакали гадо пири кампира кӣ нигоҳ мекунад эй марди тоҷик киҷо шид нанги номуси шумо эй мардими ғариби тоҷик
4-5 ساعت وقت میارین تماشا میکنین یک بلوگره، بعد میگین که من 25 سال در اومدم صاحب خانه نیستم، من 29 سالگیم در صاحب خانه شدم. التماستون میکنم هموطنان عزیز بخونه، اما 5 ساعت در بگی اگم کتاب ورق بزن، بخون. ما به غازی قرآن یگم کتاب دیگران نمیخونم. چیکار کرده دیگه کتابو؟ چیکار کرده؟ جدا وینوات رئیس جوانای شهر نایا هستند. و چقدر استادیوم خوب داریم. در تمام شهر نایا و فرمان پدر ملت در تمام شهر نایا هست استادیومی که ما میتونیم هزارو جوانا را جمع کنیم. جوینوات رئیس جوانای شهر نایا هستند. باور کنیم. ما باید هر مینوتی سکون جوانمون ما باید بفهمونیم. التماستون میکنم رئیسای جوانای شهر نایا، صد افسوس، هزاران بار افسوس. هموطنان عزیز التماستون میکنم امروز مگه مرا دیپارتاسیا میکنن؟ مگه ممکن نیست این گپا را زدن که من گفته استم. دل ما به شما نمیسوزه، دل ما با اون پدر مادر پیر شما میسوزه که بیچاره محتاجی. پدری یک گروپ 24 زن زدن، میخواد خاطر من گپ زنم، سلمانم. یک نمشه فرمش کردم، یک تایگرش زنگ میزنم، میگه کی میای اومدی نمیخوای اولی صدا بیو، میخوام یک بچه‌ام در یک ویدیو برای شینی کنم. میگم پدر اومدم سراز پیش خدا. میدونی چی میگه؟ یکم چیزی خنک بگی بچه‌ام، یکم تربزک بگی. حال به حالتان، لعنت به اون فرزندی که پدر مادر پیر تا میپرتوی. لعنت میتوج یک تربز است، میتوج یک آل خنک است. شما میخیزین بیننگ بینوموسو اسلام گپ میزنین. به خدا که گپا را میزنن من دیگه گپ زنن نمیتونم. یکون چیزی خنقتی بگی با بیو. بچه‌م میگه یه باری گپ دیگه برای شینی کنم که عقلا کفنواری مرا بخره. ای با حالتون. بله هموطنان عزیز، واتساپ میتونین через یوتیوب سروش همو دروی که زنگ میزنین بعد افیر چی گپایی که میزنین التماس میکنم افیر در زنگ بزنین. همو دمایی که دستگیری میکنن اکستریمیستا و تروریسم را یکی ننگ ناموس میکنن ساعت قطعا گیرم زنگ میزنن گیرم میکنین افیر در التماس میکنم دروی عزیز اوج یک ساعت چند نفر شدین امروز که رادیو زدی پانکت موجود заявление является. ما میخوام زیدی حرام заявление является.
ефірда бубурен iltimosdan mekin. iltimosdan mekin. WhatsApp برادرای عزیز نمره واتساپ بلنسین کامنتاری هست از 3 نفر برادرایی که اقرار می‌نویسن iltimosdan mekin ننویسین iltimosdan mekin. باید این بننگ بنویسو باید عبرت بگیرن. نمره واتساپ так مقامدار فلان کار کرده است فلان یعنی از محمد همین ویدیو را تماشا کنیم چقدر دروغگو هستند این نظریه‌های تروریست‌های запрещено در Российской Федерации در جمهوری اسلامی پول خود отказ کردیست پول خود اقبال صدرالدین پرسیدم که شما ایرا ما سوالش ندادستم ایرا رادیو آزادی گروه بسیار اکستریمیست‌ها را دستگیری میکنه چی گپ میشوا رادیو آزادی این همی میگوشه که همو دالبایوب دا ویدیو را روی کنیم این همی ادام که دیسین آن همی اقبال دالبایوب میگوشه افهمه گوش کنیم چی سوال میکنه محمد اقبالی گدودا خود در برنامه‌هایتون سخت تنقید میکنید و به حریم خصوصی منصبداران نیز دخالت میکنید. مثلا اگر دادگاه فرانسه از شما خواست اثبات کنید که فلان منصبدار نفری رو تجاوز کرده است شما چی دلیل پیشنهاد میکنید؟ هیچی بوی میتا بسیار شانسو هسته که یار همش تاجیکستان باردارشون نکنست همش پشت پنجره بسیار رو هست پیشی پاسپورت فرانسه دا میتینگ کننده است پیشی کمونی رئیس شهر جزاد میگیریم پیشی اوندا میتینگ میکنیم برای چی رفتگی تا یوبکای پالیتیکای اروپیسکی در زنی تاجیکا پازادیسا بسیار رو هست اینا ما باوری دور مایز گنرالی که همه یورا ما خودم هر افیر ایرا باور کنین نکنین ما پیرود کایگیم در تمام افیروش زنی تاجیکا پازادگیه گوش کنین پول خود اتکاس کریسه اصلا همه اون چیزی که ما نشر میکنیم با تکیه بر دلایلی معین و آشکاره که از نگاه اخلاقی آنها را ما تا به حال برای مردم نشر نکردیم و این مسئله نیست که ما تهمت کرده باشیم که اینم یکم کس گپ نمیزنم یکم نمی رئیسی شهر نویا یا که یکم کارمندی یکم نپراولین اینم میخدم مارا چی گفت شبه کده چی کروی که مارا کرد خودش گفت که ما ویدیو دارم نکه سخت خبیدم گفت که ما نگفتم که ما ویدیو دارم اول شگیده خبید بعد امنیت خبید بعد امنیت باشه لگیده خبید گوش کنین باوسه مراد یوزد نسام دل دالبای بر رنگ نمو چبی چطوریه پول خود تاون که اگر خود بچهش خطیش نیست بچهش خطیش نیست بچهش دیگه جوری که اگر بوی میتا بخدای قسم بوی میتا یکم سوال جواب دادن نمیتونم Европейский суд میدونید شرعی سود بستن که باید ایشون بودی با هر یک گپ باید ایشون بودی من قریب 10 ماه زدم همه چند بار نوشتم قبول نکردم ما پریود همش هر یک افیر شبوار کنید نکنید همین روزا را ما 5 ساعت شتگی گوش کردیم نوشتگیم بعد میگویی سوق فایب ای تروریسم доказать کرد که ما доказать کردم امروز فقط سود میشود اینمی دالبایوبا радиозодид канта бза ягон бош мора гапош мо норози некна ами гапи ке ме далбайуб сагин марози گوش کنید پولی خود اتکاس کردی سخت دولانچکن یعنی که فلان مقامدار فلان کار کرده است فلان یعنی که او عضو وقتی ابلاغ سالاتورا بوده همش از اینو کیستم هست ویدیوش نمیره ما میتونیم که перевод کنیم ما میتونیم که صدها کیلو نمیتونیم بومگم перевод کنیم گپایی که
تهمت کیه میتونیم در میتونیم در اون در پاسپورت فرانسه در جایی که باشن نباشن همه شد پیشنهاد کردم ما میتونیم پول خودت کسب نیست اویلا فلان جنایتی یعنی غیر اخلاقی انجام داده است. این مسئله این است که یعنی که ما بدون دلیل در هیچ برنامه‌مون صحبت کرده باشیم. وقت من سیاه کنم تا من گفتم اینو هیچ گپ نمیزنم. وقت من ترا سیاه کنم. اوکی فرزندی استونیو. میفهمی؟ چقدر شیطانه. محمد اقبال صدرالدین تو من دیدیسی. چی دروغ میگوی؟ ود ما برای چی شما را نامسلمان تو میگم؟ کورنمکا چی دروغ میگوی؟ خدا لعنت کنه ترا. چی گفتیم با دلایل و مدارک معین است که یعنی افراد معین هم تصدیق کرده میتونن، اما اگرچه میترسند از جانشان ولی افرادی هست. ای بافسر دوزد ای گدو کی میترسه باشه؟ کی میترسه؟ خودش میترسه. خودش وقتی کی اوی هیچ گپ نیست. اوکی حکومت یک سال خراب کنه، 2 سال خراب کنه، اوکی تمامی زنی مردم موجوده 9 میلیون زنی تاجیک فاحشه گفتی سه اوکی حکومت برای چی است اوکی؟ اوکی حکومت دیگه خراب کنه نمیتونه اوکی روی راست مردم تمام کیسه روی راست. تشکر زیاد حکومت جمهوری اسلامی. خدا لعنت کنه ایران. چقدر مدارو گیرام میکنه. التماس میکنه مدارو من تماشا کردیسی ببرین گپ زنه. التماس میکنه. چقدر مدارو گیرام میکنه. اوکی میگم زنی تاجیک در روسیه کار کردیسه. بیوا. اوکی من کی بیوا کرد اوکی. برام خیلی یک دادبایو دیگه. اما دارو هم گپ همه را میزنه. ایشو کفایو. اوکی مرا کی بیوا کرد؟ نه خرقیز نه ازبک نه روس. با همون تاجیکی کی بعد 3 فرزند سر میکرد 100 معلمین میشه 120 زن نمیزنه فرزندوش بدکوشن چی نمیکنه یوردم نمیکنه. ما با 360 چه بدکوم سر کنم اومدم کار کردم سرم خام نمازکوم خوندم 65 کار کردم چی بر اومدم مرا هر گام گفته سر من نمیتونم چی اتوچتون خواهم ده دروشید همه میخوازیدی کلاموش با زبان روسی خشوات میدونی عریضه بنویسه گجو بنویسه مداروی عزیز مدارو صبر کن تا من خودم مینویسم شو پروسا پوتیز مینویسم من خودم اینو میخوام 2 زایونش مینویسم این حرامه کمش ده 8 سال از زایلینی می حرام کنی تمام میرود قریب اومده است. اگر این نمیترسید میگه میترسید. فرزندی حرام خورش باید خودش میگن که من با بیوم نمیفتن که این پدر پا بگیره فرزند پا میمونه. پدرش یک استونیور حرام سیرش کرد نه اینطوری حرام خورنیو که روزش نگاه کنی ای با اون فرزندش با این پول حرام در بین 1 سال 1000 زنی توجیگر بیوا کرد. نمره کارتمون طلبید کو گدو. دادگاه عالی تاجیکستان رهبری ناسام دل رادیو زودی وجد شنام میکنه که کارتینکا را که موندگیه. دیگه تیم آفیس نه که کارتینکا شما موندگیه. رنگی خیلی خوب بدونه. نیاش کنی عروسکی افغان کارا. ناسام دل رادیو زودی بیشتر برادران میگن که قطعی رادیو زودی نزدیکی تلویزیون запрещено در رئیس فدراسیون در جمهوری تاجیکستان شبوزی که اگه نکوشم ما خبردار نیستم نگاش کنید آخه دیگه تیما گپ زده زنانی تاجیک رو برای کار به عربستان سعودی میفرستاد بعد 12 سال زندان محکوم کرده است. مقامات او را به آدم فروشی مهاجرت غیر قانونی بله واتساپ یوتیوب пожалуйста برادرایی که هستیم بچه‌های سپاه سلام علیکم نمره را پستین بنویسین التماس میکنم از همه دا خوب через یوتیوب بدرین سلام علیکم برادر
علیکم سلام. سلام علیکم. سوزی نازنین. مادرای عزیز ببروین یکی غیرشون میگردم. ببروین از جو شدین شما گومین برادر اسفندیار خیلی یک سوال دارم. یک بدرو که یک همین مردم بیزارم که یک سوال دارم خودت تماشا که سمای سالی 2015 16 17. سلام علیکم یا بوریگا. و علیکم سلام. کی آیو سوزی نازی. شکری خدا میشه برادر. همین خیلی یک سوال دارم برادر. خیلی خیلی گوشی خیلی شید. گوش کد استم گاب ز سوالا کا. گوش کد استم سوال. نمی پدر محمد بولی صدردین نسام دل ستونیور اکبر توچکی سوفلیور میشه با فکرم اگر خطا نکنم. نمی گاب روز باشه. پدر محمد اقبال با سوفلیورش میگن سوتونیورش میگن یا که با زبان کوچکی پاپاروزش میگن. این حقیقت داره. برای چی بگو؟ برای که ما هستن آدمایی که با ما برآمدن ما در گفتن که برادر پدر همه شخص سوتونیور بود. یعنی در انگباغ میگن هم بچه های قرغنبدگی میدونن اداره گفتن یک کارخانه را گرفتگه همونجا یک زنک سر کردگه که نام او زنک اوزی هست در چیزی من مثال با عزت نفس یک کس نمیخوام برسم. پس اون همونجا را بردلخونه کرده جایی که طلبای مکتب می اومدن همونجا مقصد همون بابای قلندرش میگفتیم پدر را بود در پیش همونجا مگزین داشته. ای مگزینش نان میگفتن خیلی بوینه یک پریکول دیگر که یک پریکول دیگر هم میگم که چی خیلی میکردن میگفتن بابای قلندر این سوختگی اکو بعد میگفت بچم این سوختگی نیست اینو پروسا خشروب ختگی هم بگو. نه خیلی با یک پریکول دیگه داشته. مقصدی دلالت از آن میکنه که مردم میتونه از محمد اقبال راست بپرسه که همین گپای پدر در خیلی گپ میزد یا که نه. بعد پسون بچه های مکتب صنفی 9 10 می اومدن همشون 4 کس 5 کس مقصد دسمی سسمی جمع کردن بابای قلندر از سومه دادیم. بابای قلندر در همون درون خونه اپریدیلیت میکرده پیش کدام زنک برمن بود داجه نمای همون زنک ها هم هستن اوزی در ما مقصد اوزی فرزندور شدگن عزت نفسی هم فرزندور شوندنه رسیم همون زنک ها ده که نشالی چیز در اسلام دو ناموشونه نمیگریم نه که هست همه فکت دلیلش در ما هستن درده. برادر اسفندیار واتساپ دا زنگ بزن. واتساپ دا واتساپ دا زنگ بزن برادر اینترنت بزی بای نمبر واتساپ بنویسین. سلام علیکم. سلام. و علیکم السلام. برادر در افیریم. سلام. و علیکم السلام. شکر خدا برادر شکر خدا.
محمد اقبال با برداشتن از بازی امروز من تماشا کردم از رادیو جدید نشون شده ما هم یک روز تماشا کرده بودیم این سهر بود که خبری رایشا که در باید خرابی کردگی دست که همون یک من همون شروعی که نوشتگی بکنو که پرده دیگر رو نبر که روز میرسه که پرده تو دیگه کرد بله برادر یگم الیا انشاءالله موضوع هفته ماهای نزدیک باوری کنید دارم که همون قدر سخنهای پست و نوجای را که نسبت خلق ملت زنها و مادرای تاجیک میزد امروز به همون جزا و سیختی سازوار میشود البته همین باوری دارم که روزای نزدیک در اتفاق چی فرانسیا باشه چی یک دولتهایی که وارده اون گزگاه طرف گرفتن هم که انشاءالله باوری دارم که در اتفاق با تاجیکستان استعداد میشود حتما برای سخنهای گفتگی نه تنها در قیامت همین دنیا هم جواب باید بده همه در بهترین فکری که در سر ما گذاشت یقین که من نمک مطبعه که اشپان را برای ملت تبقی کرده است همه مردم فروخ هم چی زن هم چی مرد چی کودک همه مثال چی در مرشدگاه چی در ماشینه چی در کارخانه چی در چند شبه چی در دیگر یا همه شهد و خسند منابع هم که مرد پرزیدنتی برای سال ساله اورایی قدر با دست آوردن که زحمت تو کشیده همه دعاش میده تنپیر موسیقی دوست پیر جوان این آدم همو اونو همه که پرزیدنت خدمتوش شکل نکردیش کوهیش میکنه کنزه دیو که همو ارواح گواه وقتان در بوده دیو که بعض وقت یادو کورشه ها میده ارواح در پشتی بوده است دیو که ارواح فلانی رنجی همین باوری دارم که ارواح مادر ملت که همه مادر پیشوای ملت های برای همه ما همچون مادر اعتراف شده دوست میداشتن مردم حاضر هم دوست میدارن اما ساعتش میاد که اما روح ارواح مادر پیشوای ملت همه محمد بولا رسول کور شرمسال با قیامتش میکنه به هر یک آدم به هر یک شخصیت به ها دادن کاری بنده نیست حضرت علی وقت یک نفر کشتمون نشید و ترسید و دستش بالا کرد گفت لا اله الا الله محمد رسول الله متعدین شما رو ما هم گفت علی دیگه رابطه نتیجه علکی شمشه بدست کشتش پیغمبر دیده گفت یا علی برای چی که تسلیم شدی مثل در دین مدرم از کشتش گفت در زمان گولی در دیلش معلوم نیست که چی نکرده است تصدیق نکرده است که پیغمبر گفت که یا علی بدون آگاه باش که یگان انسان روی زمین از دل دیگر کس آگاه نیست جز الله برای همین مثال ایتان هر کس همه پرشش مفتی زمان نیسته فتوا میتوگاه میزنه و یک کس مسلمان یک کس کفرستان میگیره خداوند همون دیر پگاه هم که باشه حیثیت که خدا صدا ندارد وقتی میزند دوا ندارد میگه خواهد محمد با به همون نقطه اساسیش اومده رسیدن انشاءالله دیر پگاه خدایی که ایوب جان شما تحقیق میکرده شادی نفرها دیگه با تلفن گفتن شادی نفرها دیگه رو رفت کش افتن که هم محمد بالا بگن که میزاد چنگ بشینن چنگ بگرد همون خوجان بلخش پیش کده اوش کدگی نیست من یک دو سه بار نباشته خود کنار در برامت کردم هرچند یه روز دیگر کردم بعد گوش کنم حقوقاتم کردم دستان بخشیش برای آنهایی که نبود فکر کنم شاید چرا برای آدم اصلا حقوقات نیست بوده است بخشیش نتونه بوده خواهر لیکن معمولا خواهر در زندگی ما مثال مخاطی پیشوی ملت همین حالت ملتی ما را پس میزنم و حقوقات که در زندگی میزنی خیلی برای همین حاضر ایوب جان با شما احسنده و فرین نپا بیشتر را میکنیم دیگه برادر حاضر منتظرم باید گرم زنم کتی خیلی همون برادر قدر گرم زیسته بود و هیستوریای خیلی چپ راست کپ کارایی که رحمتی پدرش کده دیده است او امورا با نقل میکنن گرم میزنم یکی خیلی محمد اقبال یک مطلب که یک زرگون بسال که علمی که در او عمل نباشد جز عربده و جدل نباشد مقصد همو علیم باید همو شخص اوجه که با صلح صلاح دعوت کنه صلح در دو جهان
لشکر دارد، جنگ در ده جهان خطر دارد. گفته بود استاد میرزا توسن‌زاده. ولی نه شعری حاضر را گوش میکنه، نه شعری بزرگوی گذشته را گوش میکنه، نه اسلامی صاف و تازه را که پیغمبر محمد اسلام و الله مردم با مهربانی و با صلح و صفا دعوت کرده بودند، نه اینکه حق ناحق هر کس را کافر آورده و کشته و خوریزی کرده. تشکر زیاد ایوب جان. زنده باشید. از چندین وقتی که ما قطعی شما همکاری داریم، برنامه تماشا میکنم. اگر بعضا که احساسات داده میشه خاطر میکنید، همش مقبول قبول شو به حال شعری نرم پیش ترکستان با پیش کسی که اگر یک حرفی بده هر یک نیتی در دلش ذره اگر نسبت پیشوای ملت پیشوای معظم ملت ما ذره اگر نیت بد گرفته است، من دیدم شاهیدم که هم در داخل هم در خود در وجود بوده خورد ملک شدگی های هیچ گوبای پیشوای ملت شما سربسر شده بگم که نوجان نزنید که خطر برامون باطلا که هم غصه و عدوی زندگی دکتر میشه. احتیاط بشه برادر از من که شاعر همچون شخصی که روشناس هم هستم، بسیار زمان روی همین زمان را تو میبینه میشناسم. نه در جنگ اوکراین برین، نه در جنگ روسیه برین، نه در جنگ سوریه برین، هیچ و جنگخواه نباشه. در کجای برین تو چکه همچون شخصی با معرفت صاحب دانش اختراعکار بشناسن، یک موضوع دیگه را بشناسن، نه اینکه جنگجو. مال همچون جنگجو میشناسن، یکم دمستان کردم ریوالوچی یادم میگه همون درونی هلچای مرگای همون درونی کاملت بیرون گامزه نمیتونم گپای زوجی بزنم. تایید شده. زنده باشی، زنده باشی. زنده باشی. باز برای من در کلی برای من زنده باشی، زنده باشی. برای اخورت من اخوراتو بزیر کنگی نیستم. محمد اقبال در کابینش نه تا یوبکا دای. Так. سلام علیکم وطن. السلام علیکم برادر ایوب سوزی، سلامتیت خوبه که؟ شکری خدا برادر. سوزان بچه و برادرای پویم همه سوزه سلامتی خوبه نکو. که کامنتاریو که از بچه دستگیری کیسان نصیب باشه باید مدعی ما همه کامنتاریو را میخونم. بهترین موضوع بهترین موندگی که امروز ببین که جهان در تفتیش ای که در غم و غصه ای که مقصد ببین که چقدر مردمای بی‌سواد برادر وطن امروز افیر ما 1.5 ساعته من نصیب باشه ساعت 21:40 ما پویزای رای سفر داریم وقتی خواستم میخونم امروز دیگه جوجودی که می زنای توجیب مرا فقط زنگ زیستن گیجو عریضه کنیم میگم کارات اسمی کنیم مکایوب کارات نه گفت بالی گفت برای گفتم که مداری از تو خاطم تا مو چخه بلنسم مرا پاز زد میگم من خودم نمیستم با پوتسیمون خودت پوتسیمونی میدونم گیجو پدوات کنیم همه زنی توجیک صدها نفر است میخواد زیدی حرامخور زایله نمیرسه گفت برادر صد فویجا که گپوت صد فویجا برادر امروز ببین که جهان در تفتیشه که مقصد که امروز گروه هایی که مقصد شامل شدگی در جهان مقصد خودت معلومه که در افغانستان همچون محمد اقبال بچه هایی که گمرو میشوند بختشان میکشن امروز بر پاکستان و افغانستان مقصد موقعشون کمه مقصد سوانکشون کمه مقصد روی میکنن از پدر و مادرشون دور میکنن امروز شون این تیوری میکنن امروز ببین که ایوب یک زمانی شدگی که در تمام مردم ما بی‌سواده که بعضیش گمرو شدگی اگر همون با ترکیدن بهش میرفتن مقصد با این تیوری کردن بهش میرفتن چی با مردم عرب نرفتن که در تمام مردم ما بی‌سواده بعضیش که شامل هم خیلی گروه شدگی مقصد با یک ترکاندن خودشون همچون محمد اقبال هم خیلی گروه تشکیل کرد ترکاندن جهاد گفته و مقصد سر برای الله گفتن از سوء استفاده از دین اسلام بوده این قدر بچه‌هاش گمراه کیسه برادر از پدر و مادرشون بدور کیسن دور کیسن مقصد خدا ببین که بین خودت ببین که امروز در کشوری هم بله نگاه کده برادر از همین آدمایی که رفتن عربسکی سعود ترکیه خوندن
Ози падари миллат намора якҷо вартиса. Дидесин самолёт. Ягон политики дига нам кора накисан, уже дим самолёт овард падари миллат. Хеле аст. اگر با این تئوری مردم بهش میرفتن یا جنت میرفتن، مقصد مردم شیخای عرب میرفتن و قدر کتاب خوندگیان سوادنوکشون پیشن، مقصد این با تو بچهای ما بعضیش گمراهه که مقصد با یک این تئوری کردن که سوید نیکی محمد اقبال هم با سوید نیکی هم میروند در پاکستان افغانستان خودشون این تئوری میکنن گویا بهش میروند در تو گمراه که امروز نشید فرد و جواب شامل نزدی پدر و مادرشتان جواب نگفتی، پدرانالت نزدی خداوند جواب میده که این خدر پدر و مادر ای پسرشون دور که پدرانالت وقت ساعتش میشه که خیلی دیگه. بله ما کوشش میکنیم که جواب بده، نمیدونی جواب بده. میفهمی چقدر بوده مورا پرزدگیه، چقدر میفهمی مردم دیگه قچی گبزار نمیشوه. اینا شویر خیلی آدم خوبه یک ریاگی فیل دبلومات اپراچ کرد. برای که دیگه مردم نمیتونن دیگه خب کنه. باور کنیم. اونجی دستون است. برادر عزیز. میدونید چیه این اونجی دستون؟ این مردم زد یک دستون است دوره. بله برادر. خیلی رادیو زدی دیدی برادران خیلی است. میگم ما یکو کسک ما اینو میگم کاتگاب نمیزنم. اینا. امی مال چی گفته بود؟ امی مال چی گفته بود؟ نت فوجا که ایو ببین که دایجا کی مقصد خودش اینا جوش ایواز کی سای آفرین با بچه‌ای که گمروش دیگه نمیگه خودش فیرولیش ده فرانس یا نمیدونم کجا گریخته رفتی سه میسولیگا فکری بچه‌ای یوش مانه که قدر گمروش کردن او با خاطر حیثش دام قدر کار با خاطر پول شده که سای جوان و یوش خودتون بیدار کنه که امروز خودش گریخته گشتی سای امروز جهان چهره او را جهان تروریست اعلان کرده، جهان یو چهره یو در همه جو پاش کرده در گفتگو قرار داره. تروریست ای که افغانستان پاکستان روی کیسه بر ضد تاجیکای خودمون ام فرهنگ خودمون برده بچهای خودمون از جنگ انداخته است. اینایی بچه‌هاش بدوشی کم پره کلار کارو فهمونه. بله برادر کپلا. بله وقت تمام میگیم که خیلی بچه‌ها باشه وقت کمتر بوده بچه‌ها را بالا بیار صحبت که در پناه الله باشیم بچه‌ها زنده باشیم. پولین خودت کاس کیسه کو بدونی اگم تا نزدیو هستین اگم تا کو بدونی گپ زنیم شو گپ زنیم چی گپ خبره بچه محمد اقبال 1,500 کیلومتر پدرش دور ایوازی 1,500 اقبال وای نوما ترا 300 کمای بارک نه دا 300 تا کمای برادری واسگی درون نمیتونی درون مدا ایسرا بدرون برادری اصلا درون مدا نمیتونی اگر نتونین через WhatsApp زنگ بزنین بله خیلی میشه که وقتی که گپ میزنی و میبروی ادکاز میکنی رادیو زدی خیلی سوالی خوبش داد که محمد اقبال در خاطرش سپورت میکنی محمد اقبال تو جواب دادن نمیتونی که کدام کارمند تجاوز کرد یک دختر یک شهروند دیگر امروز پول میخور من در یگان گفتگی نیستم میگم من گارانتی تو میتونم اگر 400 ساعت بگم کمای 500-600 ساعتی
تهمت کردگی گپ زدگی. یا خوب در اومدن نمیتونی برادر واتساپ زنگ بزنی چون تا در اومدن نتونستی. الکساندر ایوانوف در اومدن نمیتونی. سلام علیکم. سلام علیکم. یا برگا سلام علیکم. چی مرا چطوری کردم که دم بدم پاکه. برادر گپ زد برادر گپ تا بزد. چیکارم پیش دسته مگرم با واتساپ گپ زدم با گپ زد برادر گپ زد. انا در حالتی که ما سخن نکنیم ما به فکر دلیل گپ نمیزنیم. پدر یا پدر امو در دوره گفتنی تو بازا اون دیگه زنش بود نامی دودرش دارو بود. بعد که پدرش همو بودری دارو بگیرن در چی خفا ادیک دانون دختری میخفاش جنگ جلو سر میشه و مقصد بانی اولا بعد مگلیزه میره و اون خیلی دف میشه و میره و او پدرش این دورو گوش میکنم سوال صوت ما جواب بدم. این دورو ای دیم زنشه یا که رادنوی دوداری اقبولر دورو ایچته نومایی نامی دودرش دورو های او ای کدام زنشه نومالام باید چند زن داشته خوانه گلت زن داشته گفت زن آمده خودم چند زن داشته با چیزی خیلی شد همون کورو شد بعد همین کورو اکی باید مقصد کنه فهمه که پدر حرام خود بود فرزنش هم حرام خود کشیده بله ایو سینه اینه همین توار بگه سینه اینه توار هم ای رفته سن برادر ای رفته سن دارشون برای مردمی توجی که ما میخوایم باید بفهمونیم که وای نصیب باشه برادر نیست فقط توجیکستان دمیشم نصیب باشه ایشو میکنیم بیسوی چو پلان دارم کار میکنیم مردم ها ایشو میکنیم شما خواهد باید توجیکستان اومدی بمیره مای پیش همو قشناق شما همو انگرگو هم با سیومده میکنم پدر خیلی ضرورت تو کرده مقصد در از چیزی که بودم مایو دانیو هستم مقصد و زیره در دست بله برادر پیش اومدی بمیره میخیلی شیومده کرده با ملت خدمون کشاد میکنیم که پشتی هر یک اقی پدر حیاتی خچون و زندگی خچون جازی نکنمی پدر نولتون یک اقی پدر منوری 100% ای بروی گپوی گفتگیش خودش با ادکاز میکنم خیلی دیده نخیره خب من نگفته ایستم برادر رادیو زودی گفته ایسته که میگه من در یکم ویدیو گفتگی نیستم در یکم ویدیو در یکم افیرم خیلی در نخیله نمان میسود تایورون در لبوی غراحت محمد سید نمیست استفلو خطبت اقبال بیرا اکشور مایمونا ای
بهروز گلا بهروز کلای گلا امورا اوی برادر روز ما فقط نمی نظرچه تروریست را چکنه و کار کردیم نصب شو گروه های بسیار ما 10 ماه شاید زیدی نظرچه برادر نو گروه های بسیار اکستریمیست 2-3 ماه ما میتونیم که کارمون انجام بدیم 2-3 ماه نه ما تیاریم که همه سگو شنقت سگو که بابا میکنن کو در همجا میستن ما تیاریم که همش تو برویان قدیمو باس ما قدیمو باس کنیم و فقط بعد افیر بعد اگراجات بعد هم افراد کنیم دیگه ایشونی چی نمیاد همه مثال یک سری کبیری را میگیره حزب نهضت اسلامی داره اما سگ کبیری در یک سوال ای جانبی مای اسفندیار مرا ناز میشناسیم سوال ما همه که ای پدن آلد بچه تو بچه‌ای تو فرزندای تو کدامش رفت در افغانستان پاکستان عراق سوریه یا اینکه ایران در خواندن زبانی که مسلمانی رفتن مسلمانی خوندن همین سوال ما میخواستم جواب بدم کبیری حرام میشه وقت ساعت برادر وقت ساعت میشه سلام علیکم یوتیوب بله گپ زن برادر اسفندیار گپ زن در حالتی که میبرن اسلام دعوا میکنن پدرشون حالت نه خودش همین کبیری حرام نه علی شیر زمان پدر حالت فرزندش نرفتن یکم اسلامی بخونن یکش خطای رفت یکش اروپا را فرزندش خونن بسومی که بسومی نمی کمبغلو که فهم کردن دیگه دولتو تروریستی و اکستریمیستی که دیگه دولتو دارن ایو را سرپرستی کردن ایو همون سنقتی بخشون خونه و در کردن قبله گاه ساختن که یک حیات در دنیا میمونن نه شما میمبره بگوین روز نیارو داود دنیا این قمیلت خون شرزوندن چی جواب میگه ما تیارم قطعی و بحث برای چی نمیبرویم بحث نمون سوریه خود چون در میدرویم سرمون میکنن نگن شما چوبوسن شما به سوادین استودیو اتدا میدرویم دعوت چون میکنیم تکلیف شون میکنیم این استودیو آزاد مرحمت بگرویم بحث کنیم برادر اسفندیار وای نصیب باشد یک اوتوریسون یا ده چریشون شون میتیم همش میدرویم صبرتون تا می زور 2 هفته 3 هفته دیگه صبرتون تا همش میدرویم همش ما میدونم که سلابی یورا ما میدونم ده گروپ های اکستریمیست و تروریست ما میدونم صبرتون تا 2-3 هفته دیگه همش میبرویم چخیلی که الماس شکردم برو بعد همش تماشا داره شمورا هم الماس یک چیشون دادم سرازا برو ما بفهمید همین همش میدونم کبیریان تماشا داره کبیری تماشا داره ایربول تماشا داره گروپ های بسیار همش شکل پکلش تماشا داره کبیر گل بگو اقبال گل بگو خیلی ناموش نبشکست نگی خدا لعنت کنه و آخری ناشون در گل موندن در کار و گلن کو در اروپا گشتگی قطعی همو همجنسانشون قوم میلوت قطعی بر گشتستن و دعوای اسلام مسلمان برام برای ملت ما خدا لعنتشون کنه برادر عزیز خدا لعنتشون کنه در جو اسلام میگه که زنی اسلام پر زدن من نمیدونم اینجا پروسا دملو باید بگوین گپ زنن برادر اینجا دملو باید بگوین گپ زنن خیلی خپانوخی همی کاوگیرون زده خوان باید بگوین گپ زنن من نمیدونم اخی اسلام چقدر پر زده سید محمد اقبال گدو بوار کنی که ما اگر با جای نمو هستن که اول سر میشه و حوجی خدیبات دوستش رفت و باید بگوین گپ زنن من نمیدونم برادر آخه نگاه کن اکای ایوب شویا گفت که
همون ملو میبرویه خوزی گپ میزنه ملو را بعد او قفو میبرویه بو دروغو میگن شیطان میگن در حالتی که همه آقی پدر ببرویه روش یک ملو ببرویه و بحث شوان بحث اسلامی بگه بحث اسلامی که نقدیش که با اسلام بفهمونش که تو کدوم اندازه این منافق شدگیه فهمید یک تا بله ایوه چیزا نمیکنم با او خاطر برنامه تده نمیبرنده که ما موشه اینچش تری فهم کرده میبروریم قریب برادر ما گفته هستم شما را که همین زور 3 هفته همش هم میبرورم میفیده همش میبرورم صبح سرخ هم تری بعد سر میکنم صبر برادر کار کردیسه ما با صبر برای شما در جهان تشکر شما چه خدمتو کرده استیم برای زنده باشین برادر اوجه امروز پگاه سود میشوه پیشکی گام نزنیم همون سعی سود افیر میکنیم نصیب باشد کروی ما همش پیش رفته سر بعد نصیب باشد گروپ های اکستریمیستوی 12-24 ایام نصیب باشد بعد او کم ایام 2-3 مدت ما او را برهمش میتونم 2-3 مدت زنده باشی برادر اسفندیار زنده باشی کار کردیسیم این برای جوانو کار کردیسیم آجی با ما یک سایت دیگه میسازم ایسر برای که ما همو گروه حرام یاد گرفتگیم که با در یک تلفن تو 100 تا اکانت های کرده بتونم هیچ زمان آموختیم با یکم اکانت نو ہوئی میکنم تو که ما در آماده بتونم استودیا و صحبت کردن میگیریم برادر اسفندیار برادر اسفندیار اکانتی که ساخته استم آجی میدرم استودیا شما نمیدونم کدام جانی باید چه لیره سود میتن چکو میکنه که ما را میگرن کاری میکنه که ما دیگه با همون اکانت رو آمده نتونستم در همین روی خدت در همین سایت خدت برادر عزیز تاجیکستان بیام من نصیب باشم ماه سپتامبر اکتبر در پلان دارم که با زبان روسی گپ زنم من یارو میخوام که با روسی بود داروشون پلیوات کارو چیده برادر من میتونم که همین سایت odam گفتم که یک کس همین کانال با زبان تاجیکی پیش بره من میخوام با زبان روسی خیلی سخت هستم ما برادر عزیز میخوام پروست همین تیپی چون کنم پارتون شون برادر عزیز خیلی پلانو داریم نصیب باشد باز با زبان روسی میایم آدم باز با زبان انگلیسیش میکنیم یا بازی کیسا میفهمی یا نمیدونن که قطعی کی بازی دارن اینو نمیدونن اینو انشالله خودت با تاجیکستان آمدی اگر بگیریم من رویش میشم با تاجیکی ما گپ میزنیم انشالله در برنامه وای دا میزنیم یاد قواز برادر یاد قواز پوتیس میمونی که پگاه چیش نشید یاد قواز در پوتیس میمونی وای باید پیش گپ میزنیم برادر و باید نفای دیگه خشو گپ میزنیم بله ما با زبان روسی سرش میکنم برادر هست یک خوراک دیگه نصیب باشه و آن فکر کیست با انگلیسی گپ میزنیم نصیب باشه برادر ایدانی شکلو چی گفت میبره ما باید اتوه چون بتیم میفهمی یا مینمو 4-5 هزار باشن یا با 10 میلیون بازی دارم انا که اشای ایو ما در همین استودیو اگر وقت اونا نگیریم بستیم همه حرامو رو ایگلا دعوت کردم گیریم و صحبت میفتشون برادر نمیدونن اوی نصیب باشه باید تویشون بیم باید افیر میکنیم بعد افیر بعد یا کنیش خیزم میزنن میفهمی بعد یا پشتی پرده نو خیلی گپ روست است تا یوبکان اینو نمیبرن گپ زنیم یه سوال جواب کنیم آخه پاجاوستا برای چی امروز استاد میگیم یا میتونم برای استاد میگه که خدمتای وای حضرت علی رنگ اقبال استغفرالله خدمت کردی نیست چی باید دروغ گفته سر برامد چی تنهایی کرد این خدمت باز برامدم میگه که من یکم کس تنها کردی نیستم چی باید دروغ میگیم گروه 24 تویست رادیو آزادی اما یک وقت باید گله و همدردی بیان کرده بودن در افیر اگر شنیده باشین
تو حتی کبیریش برآمد همدردی بیان کرد و پدر و مادر آیت‌الله برآمد گفت چی رو تصفیه میکنی؟ من زنده ام، خواننده ام. اون میگن ما چیزی که هست فقط دلیلا داریم، خیلی داریم، خیلی داریم. رو چیه یک آیت‌الله گیله و کدام سگ گفتهش که مرده تمام دنیا رو آوازه کردن که کشتنش اینه. اوی قطی برادران گام میزنیم، برادر اوی قطی برادر میشنیم یکم جایی که خوب دار نصیب باشم. قطی برادر بسیار گپ دورم میخوام. قطی برادر گپ رو پارو گپ دارم افیر دارم. همش میشوه برادر عزیز، ما تیاریم. ای با زبان تاجیکی، ای با زبان روسی، ای با زبان انگلیسی. بله. گپ سری چه اکا؟ گپ سری یکی وقتی پدر دروغ میگه که من در اگر دروغ یقین نباشه وقتی پدر کبیریش در پارلمان مکر کرده میگه ما در امنیت آدم دارم، ما در ملیساش آدم دارم، ما در تمام استرکتورش آدمای موهان. ما برادر هم چی را قبول کردیم؟ یوتیوب قبول کردیم که گپ زنیم برادر. سلام علیکم برادر رادیو. و علیکم السلام. سلامتیتون خوب است؟ شکر خدا برادر. من همین کانال شما را یک هفته شد تماشا دارم. بهترین من همین جانبدار شما. بعد یک بچه که دیگه هم هست، همون قریش سیو داره. برادر بختری. Идибек нон дура, чи нон дура. Я за вас, ребята, топите, газуйте, чтобы ваши коробки только работало вперед. Надо этих гадов задавить, чтобы они голову не подняли. Где они там сидят, эти заднеприводные пидорасы, которые группа 24 там себя назвали, да? Пусть они сидят там в Европе, в гейропе. Как они сами геи, пускай они там и сидят. Пускай там сидят. Так что чхели тапит дури аюб, хамехе тапит кон. Рузой наздик насиб бошама кантар бекор шавум. Хати хатам во мехрам, иншаллах рахмон. Хати идибегам. Ния дурум ки во храм. Як хели мехоум чи кунум дар масалаи пулхири ҳамуову хоҷагони хориҷиёшон. Чхели ки мегӯе хоҷагони хориҷиҳои ӯ ба ҳамаи шумо маълуманд киян. уно мардуми бечорае ки аз ҳамин тоҷикиш гирем, агар ҳамин 4 сағирае ки аз хизмат гирехтагиян ҳамунора дар дирни вагончикои стройка хованд ба ғайри ютуб дига ягон чиза намебинанд. Телевизор нест ки баё бинанд. ҳамунора дар худшон ҷолиб кардаву номерои картаҳошона монда пул хӯрда хована ҳамуно. Калай ҳамун гудакора ино гаранг мекунанд. Калай ман ту бори одамои баақла ино беҷо карда наметонанд. Лично ман соли 90 дидагӣ будам. Ман намехоҳам ки бо соли 90 гудакои ман бинанд. Дар очиради хилеб ман истодагӣ будам, гудакои ман бинанд бестанд. Так что ҳамин коре ки шумо кардесте беҳтарин аюб. Ҷиқ биҷиқ газа тапит кун. Дар кор шавум аюб. Гап занен миём интервью метимтон чи хелин. От идо. Ой сари суд имрӯз фақат сари суд мешава, ма файритон мекунам. Соати чанд мешава? Ой дила на прокуратурада маълум мекунем бародар азиз. Ман эълон мекунам и ҳамаи кори мо ки мо як қариб 11 моҳ мо барои сабур дестем. Мефаҳмед? Марди муҳоҷирера нигоҳ дорем. Мо ҳама каса сари суд мерем. И худозадаҳои сагзоидагиҳо ку иёра ҳами хеле кардан дар кора ки гап мезани қатъиёшон бо дар студияшон микрофони одама мекушанд, гапҳои асосиро намемонанд ки гап занӣ. Фақат гапи худшонро мегзаронанд, то есть фақат оно прафанд, дигарон неправ. Ту чоплус тира зоидагиан, лаънатӣ. Ту номи Муҳаммада пас кардагӣ. Ту Муҳаммад заднеприводнӣ. Инам хеле ман тира мегум ки ту кунтӣ ҳастӣ. На буро, дига ин хеле гапҳо гап назан. Ту заднеприводнӣ. Зинда боши бародар, зинда боши. Ӯ тарсидагия, ӯ полни худ.
خادمش که در همین مسکو بیا قطعا گپ زنه ای طرف همو گپ میزده که من میبرم گپ میزنم نمیزنم برادر گپ نمیزنم یا پروست همین ای پشت پرده همین اگراژات کیسن تمام با خدا قسم برادر قریب 1 سال 7 ماه میشوه برادر فقط ای پشت پرده آدم اخیر آمد بکشم انا با سر میکنم انا بعد اگراژات سر میکنم اخیر رنگ شما مرد نیست که اخیر ببرین چون میخوین سوالجواب کنین چه کنم رقمای گپ زنه قطعی من تا ایدی بگ یا جو واخرم یادو اینترویو زور دارم همون مسئله ایمونو دا برادر همین از میبروین از کجا گپ تونم بزنه با همین اکران دا نوشته که واتساپ ما 24 ساعت کار میکنه تلگرام واتساپ تلگرام کار میکنه برادر عزیز نمرش هستم بله این کانال اوینده تیوی نمر داره شو دالوقا باشین انشالله وا میخرم یادو یک تا اینترویو حلال میکنیم در مسئله همون گروه اکستریمیستایی که مردم توجیک ای راهشون بیراه میکنن من تیارم بله سری شده ناس باشه با جان یک ویدیو میگیم پناه خدا زنده باشه زنده باشه من میندور برای قبول کردن تو دعوت زنده باشه بله ناس باشه که اما کسی سعی سودا و میخواد سلام علیکم سلام علیکم بله محمد البول دیدی مردم چقدر گزاره کردی خدا لعنت کنه ترا محمد البول خدا لعنت کنه نخوت زنی توجی که آخه برادر خدا لعنت کنه سلام علیکم سلام علیکم добрый вечер алло سلام علیکم برادر علیک سلام علیکم و علیکم السلام کوگسید الو برنامه در بابت چیه موضوع تو نفهمیده موضوع ما محمد اقبال صدرالدین اگر بشناسی یک خویی اگر پای زگیش اتکاز کردیسه چقدر از این توجیه پاس زد چقدر از میگه که ما یکم جو گفتگی نیستیم گپورا ما در یکم فیلم در یکم ویدیو ما یکم زن توجیه پاس زدی نیست چی گفتن این برادر چی کرد کدام گپو برادر عزیز اگر تماشاش نکنی خوبه کاری خوب میکنی تماشا نکنی ندونی خیلی خوب است برادر عزیز سلام علیکم اگر نمیزنی پروستا удалить سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام نوتون چیه که برای چی امروز محمد اقبال صدرالدین گردو اتکاس کسی گپای زرگیش وقتی که رادیو آزادی سوالش میته میگه من نگفتم صفر شدگی من نگفتم چی گفتنی چی با اتکاس کسی گپای زرگیش خودش گفت که ما کفام شدگی برآمدگیم ما نمیدونم وای که تماشا نمیکنم من خیلی آدم رو وای را ما شما را که پرسیدم چه شما نامتون چیه که چیکار رای شما مقصد چیکار مسئولیتون چیه یک فیرما کار کردم ما یک یوریست برادر موضوع نبره ما یک یوریست میتونید بعد از هم بزنی اگم سوال داشته باشی ما موضوع نبره ما یک برادر تماشاش نکنی خیلی کار خوب میکنی زنده در این موضوع ما چخ کنیم اخی گفتم که از محمد اقبال صدرالدین اتکاس کردیسه که رادیو آزادی سوالش میته که چی با شما همین گپورا زده اینا که سوال بتان در سود در اروپا میگه من نگفتم ما چی گپی گفتم با فکت داده
اما اکنون مسئولیت برادر بعد ایفی زمزم و ای موضوع نبریم که یکی همون شمه قبیم 3 نفر دوشنبه 1 حسن انقدر اومدن نتونه واتساپ آدمایی که نمیدونه кто такой محمد اقبال گروپ اکستریمیستو برادر عزیز اگه تماشا نکنید من فکر کنم مادر پاتیساتا نکنید این مرا تماشا نکنید просто همین неинтересно браво ай пиши зиндагишиам накора хай уже ман кор минус пагае ки лаънатиёра насиб бошад бояд мы полный ход как игил запрещено дар Российской Федерации дар Туристон кроме Европа мо ёро бояд маҳкамашон кунем уже картошо маҳкам аст ачо канада кор аст каналошо маҳкам канада аст кори мас корма пеш бурдесам надонид برادر عزیز ای پشتی زندگی شد سلام علیکم برادر شکر خدا برادر در افیر این گپ زن بله برادر یک سوال برای چی امروز رادیو آزادی سوالش داده سای محمد اقبالی گدودا چی با اتکاس که ایسته خیلیش میگه کو ما کفام پوشیدگی برومایگیم چی با اتکاس کیسته بچه‌ش چی با 1.5 کیلومتر بار میکنیم در یخش میگه که 1800 قریب 2000 کیلومتر گفته سای بسیاری ما کار کیسیم برای چی با بچه‌ش بارش جدو کرد چی با درو گشناک گذاشته برای همون درو گشناک گذاشت دیگه ای آخی برادر امی دمی حیات مارچ نده کرده امی وقتی گپ زدی باید با گپت باید جواب بدی این خیلی است؟ مردم اونجا پا می‌بیستن شلو بار اما یک کفا ادران خدت میخید گپ میشتن مردم خدش اگه خدا در جای مسقاده پد مسقاده جده یکی سای سود ما اعلان کردم میای برادر دستین شلو ما دارم ما تو دیکسان راکت نرجو خیلی تو کو بینیم اگر اتلیتا باشه فیرود میکنم کسی که مسقط پد مسقاده هستیم برادر عزیز یک اگر درو نگوش ای 10 ماه گذاشت بچه کاری پیش بودیم کو میبینیم کو چی گپ میشود یکی اتکریتا باشه بعد نصب باشد برای چی امروز محمد اقبال صدرالدین چه که شما میگین دو اتکاس کردیسه خوی کفانش بدل کرد چی؟ بله او ببر دست سود و نبزگرانی با میگم چند نفر اقبال چکرد پشت پنجره بود چند نفر روی در روز است که اوی بعد گپ میزنه برادر اوی وقت سوالش نیست بله مسلمانی او قناه میتونه هم کلمه میکنه چی میکنه اسلام هم دارن ندارن هیچ هم دارن ایو بخدا باور کنه نکنه اسلام هم پر زدیستن باور کنه برادر این مسلمان را پر زدیستانه مسلمان ناکر کیشن همه اجازه استانه در دولت چی رفت است که دموکرات هم میگن همه چیزا اونجا اجازه میکنن مرده با مردی که اگر با اونجا رفته اونجا تاریخ میکنم دولت رو دولت کمیسیون که اسلامی تحصیل بله دولت که اینسا دولت همه کن میکنن اونجا رو تاریخ میکنن دولت رو فلان موضعی فلان بله زنده باشی برادر زنده باشی امروز ما وقت ما کم است زنده باشی برادر زنده باشی
بله برادر خیلی مردم باور که میگن خودشون قبلا نمیتونن باید ما بفهمیم برادر بفهمیم شما اگه پشون کارتون نکنن هزارو بله روز هزارو رنگی برادر هزارو است هزارو نمیدونن که جدا منی نشون گپ زنن زنده باش برادر زنده باش سلام علیکم و علیکم السلام افیر دای برادر عزیز بله گپ زن بله گپ زن هم درباره گروه 25 کمتر فکر کردم بیان کنم گپ زن برادر گپ زن به اقرار التماس میکنم مدارات تماشا کردن ندارم اما به روزا میگم من محمد اقبال سردین میگم اما چند سال باشه فعالیت میکنم من یک سال میشه یک سال 6 7 ماه ما نمیدونم یک سال 7 ماه میشه ما افرای مرا پیگود کردیم ایمینا نظرتی روی گروه اکستریمیست را ما وی بعد وی نسبش اوچرات کردیم اوچرات برای که ما یک نفر هستم برنامه‌اش رو تماشا میکنم میگه که جان گل چیکو کرده خودتون چیکو کردیم هیچی مردم بوده که ترمان جو که ایسان زنو را بیوا که ایسان میفهمیم هیچی که برادر عزیز اوی نسبش سلمان پدرش میخواه که یا بوری برادر اوی سلمان اوی توقعتون بوده 2-3 هفته دیگه توقعتون بوده سلمان هم میخواه پدرش میخواه که یا بوریگر ویدیو براشینش کنه فرزند شده همون سلمان هم میگم دهانش کف کرده اول هم کفی گلوش کل کنه او نرکمانه برادر ایزاد همون گفتن که ایزاد همون خیلی آزادی با ایزاد همون آزادی با ایزاد همون همون تحقیقان گفتن چی رو کردن هیچی و برادر بیا نسبش بریم تلویزیون بریم سفر داریم سعی شد بزگره با بریم تلویزیون با فیلم با اتاق باقش میکنن پس لیدی را گفته یک بوریگر فرزند ما بفهمونم میبینیم یا همش برادر ما گفتم که گروه 24 اکستریمیست همش اوقی پدر و مادر زنده باشه برادر زنده باشه سلام علیکم برادر علیکم سلام و رحمت الله و برکاته افیر دای برادر عزیز گپ زد 4-5 منوت گپ زد برادر کم تا وقتم کمای تشکر گپ نیست من یک چی را خاطر رسام کنم گفتم یک زمان دادم همین 2 روز پیش یک قطعه برادر و خوردیم در روسیه در سیزا محکم بوده یک برادر اسلام باور کم بودم ای اقبال بیده ای اشورمو در خشون نغز میدونه باور کرد مکای بچی کاری در مسکو سیزا در 6 ماه محکم بوده بعد هم خیلی ها رشته گردیم در همین تیک توک تماشا داشت همین لینکه در غلطی در همین اقبال بید خیلی گوش نکو گفتم میرم من گفتم چی باید اینجا گفتی 5 بچه رو آوردن میگه یک تاش 19 ساله بود 4 تا دیگه 18 ساله در ترماس سوچ کشتن در مسکو خودش اوی برادر 5 تا 6 تا اکا 5 اگر که گپی پیش مود رو بشه پیش اولو روز اکا ما یا ای پیش خودم نگفتیستم نمی دریا مراکش شیشته ما بودم خیشش مشته برومده و خودم میگه که هر روز آدم میوردم باید لایک موندم برای قسمت بوار میکنم او ببردست سر شدمون ابزگاریم با ما گرمه از ما نمیتونم گپ زده میدونم یو اکا ای 500-600 نفر زیاد دوجه برادر عزیز بفهمه کم تا قریب ما گیم اینش مگر سر شدمونه بعد اکا گپ میزنیم даже 9 فامیلوشون هم میگیرم میفهمی چقدر جوانه را بود دسته خدا لعنت کنه روز مقصد کم بچه که در اینجا میدرن و خدا همش بودن که چون میتونن یک اقبال بیره بودن و شما خوبی نمیره وقتی هیچ همین یگون کس روزگی نداری برای هم تلفن طلبی سر تختم تو کار کم بده همین مالو بوشتر میکنن اقبالی لایگ میمونن کامیتر می نویسن که وقتی میکنن و خدا قسم همین بچه که همین جا گوش میکنن برای های کار بشین همین مدارات یکان مبلغ روی دستت شد. من بخدا قسم همین دفعه من باور نداشتم دمی راست دیگه من باور نداشتم که برای لایک ببرم دمی گپ مرد پیش
ای برادر آخه رئیس فدراسیون میلیاردو دلار اخذ کسی این نباریزی دی تروریسم اکستریمیسم آخه برادر آخه جای گاب نیست آخه صد افسوس این هنوزی بهانه میشود بازی بهانه میشود باور کرده باور که بازی بهانه میشود همون دم میقفم با میالای تبدیل میبرنش هم سیزو ایسیزو میگن جنگش میبرن بعد میگه که پولیسان میناوته استاپ رسید میبرنشون ای خدا همون خواهش خودین هم بدبختو باز کنن همی کرو را دمی همه اکشتین هم بدبختو دمو با همی درجه رسیستن خلق مواجه اوی محمد اقبال با پسرینکن کده سیه که باید یکونسون کور کنه که حرامیوش رو بخرونه اوی ادامو را اوی نسبوشت کور کده سم دو فیلگه افیرده даже одаморо айрасия даъват кисе ки биён европада кора ҷои кор бо пасринкӣ ҳам мекардай иқбол ай унҷа баъд украина рӯй мекарда ои кор кардисем бародар просто фарқ дар гап занам накурай мефаҳмем من سیاه دکتر مادر اینستاگرام دکتر مادر من پیگاه دادم که نام دکتر مادر سوچکلی کی چیز نام دکتر مادر نویسنده اول می دکتر مادر اخورات میکردم مقصد واتساپ ده همش بلوک کردم چیز اینستاگرام دکتر مادر کی صورت بولبی را مونده بله دکتر مادر گفتن اکفش نقطه من هم خیلی مقصد برادر نه وقتی سرش میکنیم برادر عزیز سرش میکنیم و اتریکسون بیایم و بو خیلی یک دو سه هفته اگه ما را وقت ایتماستم میکنم ما برادر عزیز غولی میباریم ما همین سری سودانی گذارم سری سودانی و یک برادرو هستن در مسکو ازم میزنیم انشالله دستگیری میکنن دورم باشه انشالله برادرو هستن که دستگیری میکنن ما رقم میگو دورم من میرم اینجا نسبوشه برادر همش خوبای من پروست کنم چی میشوام عزیزم ناتوی چون میگیم بگوریم زنده باشه برادر یک دم دیگه وقت دارم زنده باشه برادر مراد داریم زنده باشه برادر اسفندیار گپ زد 10 مینوت اکنون وقت کم دارم برادر الو ما که در همه افیر شما رنگ شما رویگی میکنیم همه اجداد میکنیم که کی میوین همه اوکی پدرای بلاگرای یک هست عمرای قوات یک هست رمضان نمیتونم قیصر بدر عمرای قوات قیصر بدر دعوت کن در همینجا ما میشنیم قطعه صحبت میگذرونیم که ببینیم تو کدام اندازه عقل تمیز دارن هم بدروین اقرات ممکن قیصر بدر نه اقرات کنن کدام بگیرم برادر دیگر برادر اسفندیار برای چی امروز محمد اقبال صدرالدین گدو برای چی اتکاس کیسه امروز چی گفتن برادر یک دستیم گپ زنیم باید با همین ای چی اتکاس گوش کرده سمکه رادیو آزادی سوالش میته که وقتی که تر سر سودا سوال دادن که خیلی گفتی تمام افیرو دا که دختر تجاوز کردن کارمندو کویشون بوده چی میگفته باشه اول گفته که من نگفتم گپا را میگه نو خما گفته که تجاوز کرده مرا میفهمی اتفاق کردیسه دوستاش انم تاریخ کده با مثل خودت صدها آدمای دیگر را گفته که او فقط دلیل نداره همه او بافته های برای سیاه کردن یک دولتی تنج و آباد انشالله ایره در روزهای نزدیک با ما اثبات میکنیم که تا کدام اندازه او شیطانی او را یک بار همه در اصلاحش یک برآمد یکش نو گروه 24 دا برآمدن و دیگر گروه ها برآمدن همه گفتن آیت الله گیلایو خدا رحمت همدردی بیان کردن بعد در آخر راهبرشان برآمده کبیر میمون گفت که همین گپ درسته خیر خدا رحمتش کنه همدردی بیان کرد که آیت الله برآمد در افیر گفت چی رو تصحیح میکنی نه من زنده ام یعنی دلالت ای چی نشان میده ایو نشان میده که او پدرنالت تو یک شیطان یک حرام دروغ میگن نمی مردم
ба номи худо ва ба номи расул фаҳм карда лайк мемонанд. охир бисёр далелҳо ҳастае ки мисол ман берун мақсад мехоҳам қатъӣ хичон савол ҷавоб кунам. барномаеда ки якум барномае ки мо биромада будем дар ҳамуҷа дидем ки ман нав савол тира сар кардам, нав суҳбата сар кардам ки нав як кали маймуни дига дорам ку мара эфир сир кардам, бировардам гуфтам бибирорен ки ӯзи ҳами шарминдамон мекунад. баъди ҳаму чорним кардан хайм ҳамуҷе опити зиндагӣ одама ҳарчира меомӯзонам ҳам ранги ҳамво ёд гирифтам дига сайт сохта биромада бо шумо суҳбат кардаистам, бози шумо қатима суҳбат кардаистам. ин сайт мабоб меёванд, намедонам жалб менависанд, су метаванд ки бо мо кор намекунанд. не ки иншоалло раҳмон бо мо ҳам мубтем. саломат боши бародари Исфандиёр. саломат бош бародар. ман вақт надорам, насиб боша бо кӯшиш мекунем рӯзи ҷумъа ё шанбе эфирда мебурем. алло гӯш кардестам. насиб боша рӯзи ҷумъа ё шанбе бо эфирда мебурем. ман ӯз камтар вақт дорам. зинда бош бародар Исфандиёр ки ҳақиқата гап мезанем. зинда бош. зинда бош. барори кор ба шумо бародаро муваффақият мо дар ҳама вақт дар барат рост макай аю. просто ама экрани шумо орум мехоҳем гап мезанем. насиб боша бисёр планҳо дорам бародар Исфандиёр. шумо хеле ши задесени қатъи ду группаи экстремистҳо террористҳо як чира бародар вақте ки группаи бисёр мегӯй ака давом ша бугӯ бародар экстремист ша бугӯ ҳузур мешавад бародар. назарчӣ гуфтем бояд мо террорист запрещение ки ҷавоно бояд бифаҳманд ё запрещено барои чӣ не гапо на самом деле бо серьёзно рафтан дар кора. мидай бо хози ту бародар игил просто так бугӯ запрещено нагӯй тра мебаранд савол ҷавоб мекунанд бародар. мо бояд серьёз бошем. бояд бародари азиз ҳар минути секунд бояд бигем ки ҷавонои мо кам ҳаракат чуншона ҳӯй кунанд. зинда боши бародар Исфандиёр. зинда боши. мо насиб боша эфир даем. вомехӯем насиб боша имрӯз фақат то иксондам. зинда боши бародар. зинда боши. ҳамватанони азиз то рӯзи ҷумъара насиб боша рӯзи ҷумъа ҷавоби группаи экстремистои бисёр аст. илтимос мекунам дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам. ҳозир сари вақт аст ай сайтҳои террористҳои запрещено просто фикр кунем. хитон фикр кунем ки иқбола ман савол надодам, ягон ҳукумати саволш надода. радио озодӣ саволш дод. неке чикор кард? отказ кард. ман нагуфтам мегам. зинда бошед.